منتظری؟ خوش گذشته؟ خوش گذشته؟ اسمت کیه؟ حکاکی. آی حکاکی چه پسر خوبیه. آفرین. خوبی از خودت. اما مگه خوب بزید؟ خب شما اسمت کیه؟ آقای امینی هم پسر خوبیه. پلویش؟ آقای علی فتحی هم پسر خوبیه. اون اسمش کیه؟ نازمی. آقای نازمی هم پسر خوبیه. خوش گذشته؟ آقای قطره؟ آقای نازمی ها شما چطور؟ آقای محمدی؟ بله. خوش گذشته؟ خیلی ممنون. بله دست می‌دم. آقای هدت چی؟ آقا در ضمن تفریح آقا چیزی هم یاد گرفت. چیش یاد گرفته؟ آقا خونمت. آفرین. آقای میودیان چطورن؟ چه پسر خوبیه. مجید آقا بهترین پسر آقا مجید آقا. به به آقای آبتین خان. چه خبر آقای مقصودی؟ خوش گذشت؟ آقای فتویی هم که بهشون خوش گذشته. من میدونم. من تا اگر بگم حرف بزن دیگه را دست پا هیچ کنم. این حرف بزنه که شما کی اسمت؟ آقای دهخانم که آقای دهخان خوب خوش گذشت؟ تو کی اسمت؟ آقای دست دارد انتظاری؟ آفرین. بذار چهره زیبات بیاد تو دور. آقای شکراللهی حالت چطوره؟ خوب بود؟ خوش گذشت؟ آفرین. خادملو حالت چطوره خانم؟ خوش گذشت؟ آفرین. رستگاری هستن. نمره انضباطشون آقا 20 بده ولی نمرشون 0. اون وقت باید این کار خوب بکنن تا 20 بیارن. بله آقا. چون من 1000 بار گفتم آقا یکی رستگاری